بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، آداب‌های طالب علم از شیخ عبدالمحسن القاسم حفظه الله تعالی، امام و خطیب مسجد مدینه منوره، که ما در اینجا قرار گرفتیم در مبحث ششم حضور دروس العلماء، حاضر شدن به درس‌های عالمان و اکثار من الشیوخ و زیاد داشتن شیخ‌ها و احترام علماها و احترام نزدیکان، نه که طالب علمان. همچنین در این مورد صحبت خواهیم کرد و از درگاه الله سبحانه و تعالی توفیق می‌طلبیم، چون توفیق دهنده تنها او سبحانه و تعالی است. اولا حضور دروس العلماء، حاضر شدن یا که حضور یافتن به درس‌های عالمان، در این موضوع صحبت می‌کنیم. می‌فرماید که المرء بحاجة الى القرب من العلماء، انسان نیازمند است به نزدیک شدن و نزدیک بودن بر عالمان. انسان نیاز دارد به نزدیک بودن به عالمان تا اینکه علمشان از علم آنها بهره بگیرد، فایده به دست بیارد و از آنها در مسئله هایی که برایش مشکل می شود بپرسد. چون الله میفرماید فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما اهل ذکر رو بپرسید در آنچه که شما علم ندارید. و ابن قیم رحمت الله علیه فرمودند که العلماء بالله و امره هم حیات الوجود و روحه لا یستغنى عنهم طرفة عین. علماها با الله و امر او حیات وجود انسان و روح او هستند و هیچ چشم یک میجه زدن از آنها بی‌نیاز نمیماند. از علماها که برای آموختن دین، فهم درست و حل کردن مسئله هایی که مشکل است، انسان باید به سوی علما باز بگردد. چون الله ما را به آن امر کرد که آیات قرآنی که در اینجا تلاوت کردیم فاسالوا اهل الذکر را بپرسید هنگام در آنچه که شما دانا نیستید، از دانایان، از با علما بپرسید. و قبل ابن قیم که گفتن که علما برای زنده ماندن دل و راه درست زندگی انسان مثل یک روح هستند و انسان گفتن که حتی یک لحظه با اندازه پلک چشم از راهنمایی آنها بی‌نیاز شدن میتواند. برای همین از فهم خودسرانه و حکم‌های بی اساس و گفته‌های مردم باید انسان دور باشد و انسان باید با علم و اهل علم بپیوندد. چون از علم و اهل علم دور بودن انسان رو بردن میرسن با فهم خودسرانه و حکم‌های بی اساس که حیات انسان رو تباه می‌گرداند. می‌فرماید که من قرب من العلماء انتفع بعلمهم و سمتهم و صلاحهم و تواضعهم، کسی که با عالم‌ها نزدیک می‌گردد، نزدیک می‌شود، از علم آنها منفعت می‌برد، بهره می‌برد، سخن آنها را می‌شنود، از سخن آنها فایده می‌گیرد، از خاموشی آنها بهره می‌گیرد، از صالح و نیکو بودن آنها بهره می‌گیرد. هر کی با آنها همنشین نماید تواضع با تواضع می‌گردد، فروتن می‌شود، از فروتنی آنها بهره می‌گیرد. به درستی که الله سبحانه و تعالی اهل علم را فضیلت‌های زیاد داده است. قال الاجری می‌فرماید که العلماء فی کل حال لهم فضل عظیم، علماء به هر حال، در هر حال برای آنها فضل عظیمی. در برآمدن آنها از برای طلب علم، در نشستن با آنها این فضل از برای طلب علم. علماء به هر حال برایشون فضیلت‌های بزرگ است. اجری میگوید رحمت الله علیه در سفر، در بیرون شدن، در برآمدن آنها از برای طلب علم برای آنها فضل است. در نشستن مجلس‌های علمی برای آنها فضل است. در مذاکره، بحث و بررسی علم با یکدیگر، این برای فهم رسیدن، این برای آنها فضل است. برای آن کسی که با آنها می‌نشیند و علم آموزد، برای آنها برای هر دو فضل است. برای آن کسی که برای آنها علم آموزاند، برای او فضل است. برای هم فضیلت و قدر علما عظیم است. الله سبحانه و تعالی خیر را در علماها با جهات‌های گوناگون قرار داده است. الله ما و شما را بر علم سودمند منفعت ببخشد، منفعت برساند. برای همین تنها خواندن کتاب کافی نیست. در نزد علما نشستن این برکت است. میشنوی چگونه مسئله ها را بررسی میکنی، آداب و تواضع و فروتنی آنها را میآموزی، عقل و فکر، طرز فکر کردن و طرز فتوا دادن را میفهمی. برای اجری چه گفت؟ علما در هر حالت ثواب و فضل دارند. در سفر برای علم، در مجلس، در بحث علمی، در آموزاندن به شاگردان و غیره. برای همین باید انسان از مهمات علم جدا نشود، حضور در مجلس های علمی داشته باشد، همنشین با اهل علم باشد تا علم را تیزتر و درستتر از خود نماید. و شیخ می‌فرماید که کسی که با علما نزدیک می‌شود از دعای صالح آنها حتی اقلا محروم نمی‌گردد. از دعای صالح آنها محروم نمی‌گردد. قال ابن حجر از شیخش بحران الدین ابن جماعه می‌فرماید که لازمته
زیادتا علی 3 سنین. میگه من او رو زیاده از 3 سال ملازمت کردم، با او بودم، لازم گرفتم، بر اجازت رسیدم. میگه اجازه نامه های زیادی رو از خود کردم گرفتن. و انتفعت ببرکت، با برکت علم عالم من رسیدم و با دعای او، با دعای زیادی او. پس مجلس های علمی که به سبب آن که در آن قرآن، حدیث، فقه، ذکر الله قرار میگیرد، این مجلس های نیکو هستند که انسان ها را به درجه های بالا میرساند. از بجای نشست های بیهوده، مجلس های بیفایده، مجلس های علم را انتخاب کن، چون مجلس های علم دل را زنده میگرداند. در مجلس های علماها فایده های زیاد است. ابن قیم میفرماید که در اینجا در بین مجالس علما، از سهل ابن عبدالله از تستری میگه من اراد ان نظر الى مجلس العلماء، اگر هر کسی که بخواد بر مجلس عالمان، انبیا، بر مجلس پیامبران بنگرد، فلینظر الى مجلس العلماء، پس بر مجلس عالمان بنگرد. نزدیکی. پس در مجلس علما ها فایده های زیاد است. ابن قیم رحمت الله علیه میگه وقیل مجالسة العارف تدعوك من 6 إلى 6. ابن قیم میگه که نشستن با عارفان، نشستن با عالمان تو رو از 6 چیز به 6 چیز دعوت میکند. من شک الی یقین، از شک به سوی یقین تو رو دعوت مینماید. در آن چیزی که از امور دین و دنیا در شک هستی تو را به سوی یقین راهنمایی میکند. من الریا الی اخلاص، از ریاکاری به سوی اخلاص راهنمایی میکند. من غفلت الی الذکر، از غافلی به سوی ذکر یاد الله. من الرغبت فی الدنیا الی رغبت الی الاخره، از رغبت کردن در دنیا بس تو را به سوی رغبت کردن به سوی آخرت راهنمایی میکند. من الکبر الی التواضع، از کبر و غرور به سوی تواضع فروتنی تو را راهنمایی میکند. و من سوء التویه، و از بدخواهی تو را راهنمایی میکند. پس این از فایده های مجلس های علما ها. از شک به یقین، با اطمینان، با دلیل. از ریا به سوی اخلاص، پاکی نیت برای الله. از غفلت به ذکر، بیداری دل. از رغبت به دنیا تو را رغبت میکند به سوی آخرت. از کبر به سوی تواضع و از بدخواهی به سوی خیرخواهی. این از فایده های ذکر و نشستن در مجلس علمی. اگر اخلاق و نیتت اگر اصلاح نشود، علم کمی را به دست میاری و علمی که به دست میاری فایده نمیدهد. برای اصلاح نفس در مجلس های علمی باید انسان اشتراک کند و علم بیاموزد. میفرماید که وکان طلاب العلم یحرصون علی حضور دروس العلماء، طالب علمان به حضور درس های علما اهمیت ویژه‌ای میدادند و آن را بسیار میکردند. یعنی همیشه در حضور درس های علمان اشتراک و فعالیت داشتند. از عطار از امام النووی نقل کرده است و شیخ یعنی نووی گفته است من هر روز 12 درس را نزد مشایخ میخوندم. 12 درس هر روز نزد مشایخ، نزد شیخ ها رفتم می‌نشستم 12 درس هر روز میخوندم. هر روز 12 درس با شرحش، با بحثش، با صحیح بودنش. و میگوید که و شرح و تصحیح 2 درس در کتاب الوسید و در کتاب المحذب نیز درس میخوندم. و همچنین در جمع بین صحیحین، جمع کردن بین 2 صحیح، صحیح بخاری و مسلم، در صحیح مسلم درس میخوندم. نامهای کتاب ها را در ذکر مینامد، آن کتاب هایی که میخواند. و میگه که من به همه چیزهای وابسته بر این درس اهمیت میدادم. همچنین اگر عبارت مشکل میشدن روشن کردن، درست گرداندن لغت و غیر از این کارا میگه انجام میدادن. برای همین طالب علم باید برنامه خوب و پیوسته داشته باشد، درس داشته باشد، تکرار آن، تصحیح آن، نظارت با فهم. و علم با 1-2 ساعت حواسی به دست نمی آید. با صبر، با تربیت، با تکرار، با تحقیق، با نشستن نزد علما سالهای دراز به دست می آید. میفرماید که کان طلاب العلم یلازمون العلماء، طالب علمان علما رو ملازمت میکردن، با آنها همیشه می نشستن، سالها با آنها همراهی میکردن. ابن حجر میگه که شیخ ما را یعنی حافظ العراقی لازم گرفتن آن شیخ را همراهی کردم 10 سال. میگه در این مدت از دنبال او میرفتم به سوی شام و غیره، هر جا که میرفت با همراه او بودم. بر او میگه بسیار از مسانید، مسندها و جزها را قرائت کردم و با او بحث و گفتگوها کردم در شرح، در منظومه های و غیره. از یکی از راه‌های قوی‌ترین گرفتن علم ملازمت شیخ می شود. با شیخ دراز قرار گرفتن، همراه بودن.
هر جا باشد با او باشی، ترک نکنی درس ها را. اما استاد را تنها یک بار و دو بار در یک ماه یک بار دو بار دیدن برای انسان علم نمی آموزد، صاحب علم نمی شود و این گونه شاگرد حق شاگردی هم ندارد. یک بار در مجلس یک عالم نشستم، یک ماه دیگر ترکش کردم. میفرماید کان السلف یسمعون الانتفاع من العلماء بكل سبیل. سلف به هر راه میکوشتند که از علما بهره بگیرند و در این کار صبر میکردند. قال الذهبی میگوید که قرأت على محمود ابن محمد ابن محمود، میگه من خواندم بر محمود از محمود ابن محمد ابن محمود الصالحی الخرائطی الاصم، قرائت کردم میگه بر او باقوى صوتی فی اذنه 3 احادیث. اصم کسی که اصلا وای شنیدنش مشکل است، شنیدن نمیتواند، با صدای بلند در رخ گوشش میگه که من 3 احادیث رو خواندم تا که بفهمد و بشنود. در آخر میگه که اذا تعذر حضور دروس العلماء، اگر حضور در درس‌های علما متعذر شود، ناممکن شود، عذر پیدا شود، فاستمع الى دروسین، پس بر درس‌هایشان گوش بده. نه توانستی در درس اشتراک کردن، نتوانستی، امکان آن را نیافتی، حتما درس رو سپس گوش بده. یا که اگر که در نشستن در نزد عالمان توان نداشتی، حتما درس‌های مباشر، درس‌هایی که افرمیشن از آنها بهره بگیر. اگر از اینن توان نداشتی، وقت نیافتی، از درسایی که ضبط میشوند و روانکاویش از آنها بهره بگیر، آنها را بخوان، ولی که ترک نکن. اولا حتما بنشین در حضور در علما، در نزد علما بنشین. اگر این رو توان نداشتی، حتما درسای مباشر افی را گوش بده. اگر این رو هم نتوانستی، بعد حتما درسی که روان کرده میشد، ضبط کرده روان کرده، آنها را گوش بده، تسجیل کرده میشود. اگر نمیتونی شخصا بروی، از درس های زنده و ثبت شده استفاده ببر تا که بهره به خود بگیری. پس اصل مطلب این حضور زنده بودن است. اما اگر امکان داشت، گوش کردن درس های علما از طریق ثبت شده یا پخش مستقیم فایده بگیر. اما استاد و آن منبعی که تو علم آموزی باید اون منبع اعتمادناک باشد، استاد اهل سنت باشد، پایبند کتاب و سنت باشد، با خود دفتر داشته باشی، در اونجا قیدها را بنویسی، پس آنها را تکرار نمایی و سوالای میشود در حال بپرسی. تنها گوش کردن بلکه خوانیش، با بودن دفتر، با نوشتن فایده ها، امروز راه بسیار آسان شده است. برای آموختن علم راه خیلی آسان شده است، ولی که بر هر کس این توفیق میسر نمیگردد. برای هیچ کس دیگر عذر نمانده است که علم نآموزد. بارک الله فیکم. سپس شیخ میگه که الاکثار من الشیوخ، از مشایخ، از استادان بسیار گرفتن، بر خود استادان زیاد داشتن. الله سبحانه و تعالی علما را برای تعلیم دادن مردم دینشان را اختیار کرده است و بر علما الله علم و فهم را عطا کرده است و آنها را از دیگر مردم در این جهت برتری داده است و طالب علم از سرچشمه علم که علما از آنها بهره میگیرد. برای این کار یک اهمیت بزرگ در حیات انسان دارد و سلف صالح بر این حریص بودند برای آموزش علم از علما زیاد بهره میگرفتند تا از علم آنها بهره بگیرند، از سخنان آنها بهره بگیرند، بشنوند و عبادت قول عمل خود را نیکو نمایند. امام بخاری رحمت الله علیه میگه که من از 1000 شیخ یا که بیشتر از 1000 شیخ نوشتم، حدیث نوشتم، زیاده از 1000 شیخ. محمد ابن اسحاق ابن منده رحمت الله علیه میگه که از 1000 شیخ بهره گرفتم، نویساندم. از 1700 شیخ من نویساندم. ابو سعد السمعانی میگوید که عدد شیوخ 7000، شیخایش استادانش 7000 به 7000 عدد میرسید، به 7000 عدد میرسید. اسماعیل ابن حامدی مرجی میگوید که شیوخه یقاربون 1000 شیخ، به 1000 شیخ میرسید. از عبدالمؤمن ابن خلف دمیاطی میگوید که بلغ عدد مشایخه، رسیده است عدد شیخایش استادانش 1250 استاد. از عثمان ابن محمد توزری میگه که شیوخه نحو من 1000 شیخ، به 1000 شیخ میرسید. و از عبدالله ابن محب المقدسی میگه شیخ با 1000 نفر شیخایش میرسید. و همچنین میگه اخذ قاسم ابن محمد علم را گرفته است زیاده از 1000 شیخ. حافظ میزی که شیخش استادانش با 1000 میرسید و شیوخ الذهبی، امام ذهبی استادانش با 2000 میرسید، در نزد آنها علم آموختگی. و حسین ابن علی ابن محمد بغدادی استادانش با 1000 میرسید. و همچنین عبدالعزیز ابن عمر ابن فهد القریشی
همچنین استادش به 1000 میرسید. فقط بعضی از علما را درجه آورده است، وگرنه هر عالمی با خود شیخ در نزد استادان زیاد و عالمان زیاد نشسته علم آموختگی هستند. این از فضیلت آنها. اما ما طاقت توانایی در نزد یک عالم، در نزد یک شیخ، در نزد یک طالب علم نشستن و طلب علم گرفتن نداریم. یک ساعت صبر طلب علم نداریم. خواب میبرد که خواب است. شاید بعضی کسان خواب در خواب نالی یک خواب گرفتن یک آدمو. این از مسائلی که انسان باید در این مسئله، پس علمایی که به سوی خیر بر خیر بر سنت مشغول هستند با نیکیات قدم میشوند، مقامشان شناخته میشود و از آنها علم گرفته میشود. تو با دانش خود دانش بی افزایی، با دانش خود دانش را زیاده بگردانی و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است. بر هر کسی بخواد میدهد و از هر کسی بخواد آن را میگیرد و الله سبحانه و تعالی دانا است. در همین جا از این آداب طالب علم درس رو توقف میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.